اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و دوستداران زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب بدان، از کتاب سرف، گراماتیک زبان عربی 11 درس گرفتیم و امروز درس 12 را به سمع شما برادران و دوستان خواهیم رسانید. و درس گذشته، درس 11 ما و شما فعل نفی را گرفتیم. چند درس پیش گفته بودیم که از مصدر 12 چیز اشتقاق کرده می شود. فعل ماضی یکم گرفتیم، دوم فعل مضارع، این رو همچنین گرفتیم با صیغه هاش، و سوم اسم فاعل، این رو هم گرفتیم، و چهارم اسم مفعول گرفتیم، و پنجم فعل نفی، فعل جهد گرفتیم، و ششم فعل نفی گرفتیم. انا اکنون امروز هفتم چیزی که از مصدر اشتقاق کرده می شود آن را می گیریم که این امر می باشد. امر میگوید که صاحب کتاب بدان میگوید امر بر دو قسم است. امر میگوید دو تقسیم می شود: امر بیلام و امر بالام. یکمش امر بیلام میگن و همچنین امر حاضرش هم میگن. در یادتان بگیرید امر بیلام یا امر حاضر. و دویم قسمش هم میگن امر بالام و همچنین امر غایبش میگویند. امر غایب و امر بالام هر دوش یک چیز است، فقط نامشون فرق میکرد اما اصلشون یک چیز است. امروز انشاءالله امر بالام رو میگیریم. اگر وقت برای ما و شما دست داد امر بالام رو همچنین میگیریم، اگر نشد فقط بالام رو برای شما میرسونیم. میگه امر بالام رو از 6 صیغه فعل مضارعی مخاطب معلوم میگیرند. پس شما میدانید که صیغه مخاطبی مضارعی معلوم کدام هست، زیرا که در گذشته ما گفتیم که اصطلاحات هر علم را باید بدانیم. ما شما این صیغه را گرفتیم، فعل را گرفتیم چی است، مضارع را گرفتیم چی است، مخاطب چی معنی دارد گرفتیم، معلوم را گرفتیم. پس این کدام صیغه ها هست؟ 6 صیغه فعل مضارع مخاطب معلوم کدام صیغه ها هست؟ آفرین، هر کسی که جواب داد نوش جانش. این صیغه ها شروع می شود از تضربو، یعنی انت، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضرب. انا 6 صیغه را صیغه مخاطبی معلومی فعل مضارعش میگن. انا 6 صیغه را. پس فعل امر ما انا 6 صیغه میگیریم: تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربن. انا 6 صیغه امر میگیریم. خوب متوجه باشید که امر چی طور ما میگیریم، چیکار میکنیم. میگد که امر از همین میگیرند، از همین 6 صیغه، با دو عمل، دو کار میکنیم که بعد انا همین صیغه مخاطب فعل امر میشود. اون دو عمل چی است؟ خوب گوش کنید. اول، کار اول، یعنی که اولین کاری که ما میکنیم که فعل مخاطب معلوم امر شود، اولین کار همین است که نظر بر آخری کلمه میکنند. یعنی که آخری باب نگاه میکنیم، عین لام باب نگاه میکنیم، یعنی آخری کلمه. اگر آخری کلمه صحیح باشد ساکن میکنند، همچون یضرب و اعلم. مثلا ضرب یا تضربو، تضربو آخرش چی هسته؟ حرفی صحیح هسته، حرفی علت ندارد، یعنی که این ناقص نیست. ما گفتیم ناقص آخرین حرف کلمه حرفی واو یا که یا باشد، حرف علت باشد. و اعلام همچنین ناقص نیست، یا همچنین لفیف نیست، یا ملتوی نیست. فما آخرین حرفش حرف علت نیست. پس این را ما چی میکنیم؟ میگه ساکن میکنیم. اما آخرش اگر حرف علت نباشه ساکنش میکنیم. و مثلی یضرب آخرش ساکن شد، اعلم آخرش ساکن شد. این اولین کار است.
و همچنین اهمیت بدید و اگر ما قبل اخیر معتل ساکن باشد او رو می اندازند. و اگر میگه ما قبل اخیر معتل ساکن باشد او رو می اندازند، همچون قل و بیع. میگه اگر ما قبل اخیر معتل باشد او رو می اندازند. معتل یعنی معتل ساکن، یعنی که مثلا میگیم که قال یقول، پس ما گفتیم از فعل مخاطب میگیریم تقول. در اینجا ده قال حرف فعل چی است؟ فعل اجوف است، یعنی که حرف علت در بین است، عین باب حرف علت است و در فعل مضارع می شود تقول، یعنی انت تقول. پس در اینجا ده معتل است با ساکن است، تقول واو ساکن است. او رو می اندازند، میگن هم واو میگیریم میپرتویم، پس میگیم قل. خودش گفته است قل و بیع. یا باع یبیع، حرف یا ما قبل آخر ساکن است، یا را میپرتویم میشود بیع. قل بگو، بیع بفروش، باع فروختن، بیع بفروش. خب و اگر اخیر کلمه مدغم باشد به حالش میگذارند. مدغم ما گفتیم که فعلی که مضاعف هست، فعل مضاعف اگر مضاعف باشد میگه به حالش میگذارند. خب متوجه باشید، از فعل مضاعف فعل امر گرفتیم به حالش میگذاریم شه. اگر صیغه از باب یفعل با ضم عین باشد در اخیرش 4 وجه جایز است، 4 وجه رواست. این کلمه برای شما حالا ناآشنا هست، زیرا اینکه از باب یفعل شما تعجب میکنید یفعل یعنی چی. کسی که میداند خوب، اما کسی که یکم بار صرف خونده تعجب میکنه. برای خاطر حالا این را فقط در یادتون بگیرید و بعد از این بدان بود کردن کتاب دویمی که شروع میکنیم انا همین چیزها را برای ما یاد میتید. باب یفعل چی است، باب یفعل چی است، باب یفعل چی است و از کدام چیزها گرفته میشد. اینا در کتابی بعدی ان شاء الله بعد بدان دویم کتابی که شروع میکنیم انا همین چیزها را برای ما تعلیم میتید. و حالا فقط در یادتون بگیرید که اگر همین طور باشد، یعنی اگر میگه از باب یفعل فعل یفعلو به مثل نصر ینصرو، ضرب یضربون یفعلو باید باشد، ینصرو با ضم عین باشد، عینش ضمه باشد، یفعلو با ضم عین باشد، در اخیرش 4 وجه روا است. میگه اگر که مضاعف از باب یفعل باشد 4 وجه جایز است. اون 4 وجه چی است؟ ضم، فتح، کسر و تسکین بعد از فک ادغام. ببینید ضم یعنی آخرش ضمه میکنیم و مثلی اینجا خودش مثال آورده. ببینید شدو فعل امر است، شدو فعل چی است؟ امر است و دیم فتح است شده و سه میگه کسرش میکنیم شدی و 4 تسکین بعد از فک، یعنی آخرش ساکن میکنیم لیکن اول فکش میکنیم، فکر کشودن، ادغام هم میکشویم. ادغام یعنی ایش دایش داخته بدیم، ایش دایش چسبونده بدیم. فک ادغام یعنی میکشویم شه. اگه ادغام هم میگه چیکار میکنیم؟ فک ادغام میکنیم، میگیم اوش دود دو تا دال چسبیدگی به دلار جدا کردیم شید اوش دود. فهمو؟ اوش دود. یا که مثلا در همینجا رده را بیارید، مثلا ردو، مثلا ردی اردود، یعنی رد همش یک چیز است. باز همینجا شدی اشدود معناش یک چیز است، یعنی که مستحکم بقب، سختش کن. فهمو؟ مستحکم. یا که مثلا رد باشد اگر ردی اردود معناش برگردون، همش معنیش یک چیز است، فقط یعنی همین وجه جایز است، کدامش بگیم غلط نیست، خطا نیست. فهمو؟ و اگر صیغه از غیر باب یفعل با ضم عین باشد، یعنی که از باب یفعل یا یفعل باشد، با 2 باب دیگه‌اش مون، یعنی یفعل یفعل، در آخرش 3 وجه رواست. در آخرش میگه 3 وجه جایز است: فتح و کسر و تسکین بعد از فک ادغام. فتحه میکنیم و کسره میکنیم و ساکن میکنیم بعد از فک ادغام، یعنی ضمه جایز نیست اگر باب یفعل یا یفعل باشد.
مثلی فر، فری، افریر. فرو گفتن جایز نیست. فر یعنی بگریز. فر معنوش بگریز. فر یعنی بگریز، فعل امره. فری همچنین فعل امره بگریز. افریر همچنین فعل امره است بگریز. همش معنیش یک است. فقط همین کدامش که گفتیم غلط نیست، خطا نیست، همش جایز است. اگر از باب یفعل باشه سه وجه جایزه، یفعل یا که یفعل، و از باب یفعول باشد اگر، در این صورت دو وجه، چهار وجه جایز است. این بابا را چطور گفتم که این کتاب بود میشه، در کتاب دیم ان شاء الله این بابا را به تفصیل میخونید. بعد حالا فقط در یادتون بگیرید ان شاء الله، بسیار خوب میشود. خب و اگر اخیر کلمه معتل و ساکن باشد او را می اندازند. ببینید اگر آخر کلمه معتل ساکن باشد، یعنی آخر کلمه این در این صورت ایرا چی میگن؟ ناقص باشد. ناقص کی باشد؟ یا که لفیفی مفروق باشد یا لفیف مقرون باشد، در این صورت میگه یا ملتوی باشد، در این صورت میگه چیکارش میکنن؟ او را می اندازند، یعنی او را حذف میکنن. مثل ارمی، اصلش ترمی به در آخرش یا بود، یا را میگیریم میپرتویم میگیم ارمی، یا را حذف میکنیم کسره میمونیم در میم خلاص، یا را حذف میکنیم. یا دعا یدعو بود، یدعو آخرش واو داشت، واو حذف میکنیم میشه ادعو فعل امرش. ارمی یعنی پرتو، ادعو یعنی دعا کن. اخشا، خشیه یخشا بود، آخرش الف بود، الف حذف میکنیم و شین در بالش فتحه را میمونه میشه اخشا خلاص. اخشا نه، اصلش تخشا بود، الف حذف کردیم و شین به حال خودش میایستد بالش فتحه میشه اخشا. فهمو؟ تا اینجا عمل یکم بود، تا اینجا چیزی گفتیم عمل یکم. میگه عمل دوم آن است که، عمل دوم آن که تا که حرف مضارعت است او رو می اندازند. اکنون تا، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربین، تضرب نمش تا داشته کو، انمی تا حرف مضارعت است. میگه اینها رو چکار میکنه؟ میگه می اندازن، یعنی که میگیرندش و دلیتش میکنن، حذفش میکنن. بعد میگه چیکارش میکنیم؟ نظر به مویل حرف مضارعت میکنند، یعنی که بعد همین یا کدام حرف است، یا بعد همین ت کدام حرف است، همون را میگه نگاه میکنن. اگر مویل حرف مضارعت متحرک باشد امر تمام میشود. اگر بعد حرف مضارعت متحرک باشد خلاص دیگه اون چیز در کار نیست. همچون قل و بیع، مثلا قل دیگه ما احتیاج به الف نداریم او قل بگیم، و بیع همچنین احتیاج به الف نداریم، برای بعد حرف مضارعت خودش چی هسته؟ متحرکه. و اگر مویلی حرف مضارعت ساکن باشد، اما اگر که ساکن باشد چیکار میکنیم؟ در زبان عربی با ساکن کلمه را شروع کرده اول گفته نمیشود، یعنی با ساکن سر کرده کلمه را نمیشود. چیکارش میکنیم؟ میگه نظر به عین بابش میکنند، عین باب رو نگاه میکنیم. اگر از باب یفعول باشد، چطور در بالا گفتیم که در کتاب بعدی میخونیم ان شاء الله، یفعول بعد عین باشد بر اولش همزه وصله مضمومه رو میآورند، مثل انصر، مثلا نصر ینصرو فعل امر ده انصر میگیم، الف دمش یک جا گرفتیم ای عین گرفتیم، اون سو کی بود اینا چیکار کردیم؟ دمه دادیم شد انصر. یا قتل یقتلو میگیم اقتل نمیگیم اقتل، همزه را دمش یک جا گرفتیم ت گرفتیم تو اقتل، پس اقتل میگیم. و اگر صیغه از باب یفعل بدم یفعول بدم عین یفعول، یعنی که اگر صیغه از باب یفعول بدم عین نباشد، یعنی ای باب یفعول نباشد، بر اولش همزه وصله مکسوره رو میآورند، پس همین همزه را میاریم کسرش میمونیم. همچون اضرب، مثلا ضرب یضربو از باب یضربو نبوده، یفعلو نبوده، پس ما نمیگیم اضرب، میگیم اضرب، همزه را چیکار میکنیم؟ همزه آوردگیمون کسره میتیم. و اعلم همچنین کسرش میتیم. علم یعلمو ای باب یفعلو، ای باب یفعلو میشید همزه را ضمه میدادیم، لیکن ای باب یفعلو نیست، از باب یفعلو ای همزه را چیکار میکنیم؟ کسره میتیم. و اگر صیغه از باب افعل یفعلو باشد، این باب هفتم میگن، باب افعل یفعلو، اکرم یکرم یا باب داریم، باب هفتم ان شاء الله ثلاثی مزید است، یکم باب ثلاثی مزید، این ان شاء الله در کتاب دیوم میخونیم. شه
اگر میگه همون باب باشد بر اولش همزه مفتوحه ساقطه را آرند. در اولش میگه همزه مفتوحه که فتحه دارد ساقطه است، یعنی افتیدگی است، او را می آرند. خواه مایل حرف مضارع متحرک باشد خواه ساکن، چی طوری که باشد او را میگه ما میاریم. امر تمام میشود. وقتی او را ورده میگه امر بود میشود. مثل اکریم، ببین اکریم ایرا نمیگیم اکریم، اکریم میگیم. برای همزه اصلش ای خدی بابا ای اکرمه یکریم، اکریم. و اقیم همچنین را اقیم نمیگیم، اقیم. برای یه چیز اقامه یقیمو، این از بابی افعل یفعلو که است، برای خود را فتحه میتیم. امر بیلام بر 6 صیغه می آید. 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. انا اکنون درباره امر بیلام گفته سی، درباره صیغه هایش و صیغه هایش ان شاء الله درس آینده میگیریم. فقط این دو قاعده که در اینجا گفتیم، این دو قاعده را شما در یادتون بگیرید. اولین کار میکنیم آخری باب نگاه میکنیم و از کدام صیغه ها باشد یا که از کدام اقسام 7 گانه که خونده بودیم، صحیح و مضاعف و ناقص و اجوف و لفیف و ملتوی، از اونها باشد چیکار میکنیم؟ یکم و دیم حرف مضارع تا گفتیم میگیریم و همین را تا همین جا درس کفایه میکنیم. وقت مونه، یعنی که وقتی درس درست‌تر نشود. ان شاء الله درس آینده از همین امر بیلون بر 6 صیغه می آید، از همین جا درس شروع خواهیم کرد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و تا درس آینده الله حافظ و مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.